با سلام خدمت هنرجویان عزیز، امید پیرو هستم با آموزش مجازی اتوکد 2020 در خدمت شما. تو این قسمت میخوایم بریم سراغ ترسیم یک پروژه و بعد از گذروندن اون جلسات مقدماتی که ما توی اون جلسات تمام ابزارهایی که مورد نیازمون بود توی کدو تدریس کردیم و آموزش دادیم، میخوایم یک پروژه اجرایی رو شروع کنیم به کار کردن. خب من برای این پروژه اومدم فایلای PDF که لازم داشتیم از تمام حالا قسمت‌های نقشه، حالا سایت پلان مجموعه و پلان‌های در واقع طبقه همکف که مربوط به پارکینگ هست و پلان تیپ طبقاتی که نیاز داشتیم و تبدیل به PDF کردم که این فایل‌ها در اختیار شما برای تمرین قرار میگیره. من از هر پلانی در واقع 2 تا پلان تهیه کردم که غیر از این که شما بتونید مثلا به طور مثال خود پلان رو راحت ببینید، یک در واقع فایل PDF دیگه هم داریم که جلوش دیمنشن نوشته و منظور اندازه گذاری کامل اون ترسیمات نقشه است که ما بتونیم بر اساس اون اندازه شروع کنیم به کار کردن و ترسیم کردن اون پلانی که داریم. ما کافیه که توی این پروژه فقط در واقع طبقه همکف که پارکینگ هست، گراند فلورمون و تیپ پلانامون، این 2 تا پلان اگر ترسیم کنیم، بقیه ترسیماتمون که مربوط به نماهای پروژه، سکشن، پلان بام و تیریزی میشه رو از رو همین پلان میتونیم ترسیم کنیم. گرچه من در واقع بقیه پلان هایی هم که مورد نیاز بوده به صورت حالا PDF بقیه نقشه ها رو اینجا کامل داریم، ولی فقط صرفا جهت دیدن و مشاهده در واقع کاری که قبلا انجام شده تو این فولدر قرار گرفته، ولی ما از روی همون پلان هایی که داریم میتونیم شروع کنیم به ترسیم کردن. خب من فایل هایی که نیاز ندارم و PDF ها رو میتونم ببندم، از پایین ترین طبقه شروع میکنم به ترسیم کردن. فایل طبقه همکف دیمنشنش رو باز میکنم که اندازه گذاری کامل باشه. میبینید که توی این تمام مبلمان هایی که بوده مثل پارکینگ ها، حالا قسمت هاشورها، تمام اینا حذف شده و فقط اندازه گذاری فضا که نیاز بوده اونجا قرار گرفته. خب میریم سراغ ترسیم و میریم توی خود نرم افزار. خب من فایل اتوکد 2020 رو باز کنم چون اینجا اشتباها کد 2019 باز هست، خب ما نیاز نداریم. خب به محضی که باز کردیم روی همون پنجره ویلکام اسکرین روی استارت دراینگ کلیک میکنیم که وارد صفحه ترسیم بشیم. تمام اون چیزی که ما توی جلسات گذشته در موردش صحبت کردیم، توی جلسات ابتدایی که چجوری اینترفیسمون رو تنظیم کنیم و تنظیماتی مربوط به کروشی رو تنظیم کنیم، تمام این کارا رو ما دیگه انجام میدیم و الان دیگه تو این مرحله خیلی توضیحی در موردش نمیدیم چون قبلا کاملا در موردشون توضیح دادیم که در ابزارها و تنظیماتمون چجوری باشن و کاربردشون چی است و حتی از کجا تنظیم میشن. الان فقط به صورت یک پروژه‌ای که میخوایم به صورت عملی کار کنیم میریم سراغ ترسیم پلان هایی که داریم. خب تو مرحله اول من میرم توی قسمت آپشن. توی قسمت دیسپلی میتونم بک‌گراندم و اگر مشکی نیست دقیقاً بلکش کنم که مشکی باشه. رنگ کروشی رو اگر روی سفید هست روی توسی قرار میدم که من تمام این تنظیمات رو چون به هر حال کار مداومی هست که انجام میدیم یک بار تنظیم کردم و همیشه اینجا ثابت مونده. سایز کروشی رو اگر روی پیشفرض 5 هست من اینجا زیاد میکنم و روی 100 قرار میدم. کامند لاین و فونتش رو روی 12 قرار میدیم که بزرگتر بتونیم ببینیم و در نهایت گرید هامون هم اینجا خاموش میکنیم چون بهشون نیازی نداریم. از سربرگ ویو میتونم قسمت ویو کیوب رو فعال کنم چون بهش نیاز ندارم. اگر دقت کنید زمانی که من موس من اینجا قرار میگیره یک سری عبارت هایی اینجا شما مشاهده میکنید که در واقع توضیح دادیم توی جلسه اول که اسم ویو پورت و حالت نمایش ویو پورت هست که اینجا چون ما صفحه رو بلک کردیم و اون تکست هم اینجا به صورت مشکی هست نمیتونیم ببینیمش. میتونیم راحت توی قسمت آپشن توی قسمت کالر تو دی مدل اسپیس میتونیم بیایم رنگ تکستمون رو عوض کنیم. توی قسمت تو دی مدل اسپیس ویو پورت کنترل من روی سفید قرار میدم. میبینید که اینجا
اگر هر رنگی بذارم دقیقا اینجا همون رنگ رو به خودش میگیره. چون حالا صفحه بک‌گراند من مشکی هست، من ویوپورت کنترلم رو روی سفید قرار میدم تا اینجا کاملا اسمش مشخص بشه. خب قبل از که بریم سراغ ترسیم موضوعاتمون، اولین کاری که میکنیم و قبلا هم توضیح دادیم یونیت نرم افزار رو تنظیم میکنیم که من روی در واقع متر قرار میدم چون میخوام بر اساس متر ترسیم کنم. دقت اعشار رو میتونم تا 2 رقم تنظیم کنم و روی اوکی قرار میدم. خب یه نگاه به پلان میندازیم. ما چون در واقع داریم این پروژه رو به صورت یک پروژه تمرینی میبینیم و تمام فایل ها و ترسیماتش آماده هست، اولین کاری که انجام میدیم میریم سراغ در واقع آرچس بندی و ستونگذاری این پروژه. ولی تو حالت عادی که در واقع پروژه‌ای که داریم ستونگذاریش انجام نشده و در واقع توی بحث اول طراحی هست، خب ممکنه خط و خطوط اولیه رو به صورت یک خطه ترسیم کنیم در واقع همین پلان رو و بعد بریم 2 خطه کنیم و در نهایت ستونها رو بگذاریم. ولی تمام ابزارها و دستورها همشون به همین صورت، یعنی تفاوتی نمیکنه که شما کدوم راه رو اول بریم. ولی خب چون اینجا ما پروژمون کامل هست میتونیم بیایم از آرچس بندی و ستونگذاری پیش بریم. خب من فایل PDF رو مینیمایز میکنم. قبل از که شروع کنم به ترسیم میرم توی لایه هایی که مورد نیاز هست و فعلا تو مرحله اول شروع میکنم به ساختن. اندیس OP که مخفف اسم اول من و اسم فامیلم هست و امید پیرو رو OP میذارم که اگر فایل های دیگه به این فایل اضافه شد یا همکاران دیگه خواستن رو این طرح کار کنن و لایه هایی ساختند و من بدونم که کدوم یکی از لایه ها رو خودم ساختم، پس یه دونه OP میذارم و در نهایت عبارت آرچس به منظور آرچس بندی پروژه. رنگش رو به قرمز تغییر میدم. لاین تایپش رو روی حالت داشداد قرار میدم. اگر توی صفحه سلکت لاین تایپتون خالی هست باید خط و بار گذاری کنید و از روی لود من این کار رو انجام میدم. خطوط داشداد که به صورت خط نقطه باشه، چون توی ترسیم فنی خطوط آرچس بندی باید به صورت خط و نقطه ترسیم بشه. ترسیم بعدی که نیاز داریم، لایه بعدی که نیاز داریم داشته باشیم اینجا لایه کالم هست. پس من یه دونه OP کالم رو اینجا قرار میدم برای ترسیم ستون ها. میتونم توی رنگ سبز قرار بدم. لایه بعدی OP هچ برای هاشورها و رنگ توصیه براش در نظر میگیرم. فعلا تا همین مرحله کفایت میکنه. من لایه آرچسمو با دبل کلیک فعال میکنم که کارنت بشه. یه نگاه به پلان میندازیم. شروع میکنیم از این قسمت ترسیم کردن آرچس بندی، یعنی آرچس هایی که به صورت عددی هستن و عمودی هستن، 1 2 3 4 تا الی آخر شروع میکنیم به ترسیم کردن. من برای که همزمان هم شما بتونید در واقع فایل کد رو ببینید، نرم افزار کد رو ببینید، هم فایل PDF رو، من صفحه ترسیماتمو در واقع مانیتورمو تبدیل به 2 تا قسمت میکنم که شما همزمان بتونید ببینید و خودم هم اینجا همزمان بتونم ببینم و سرعت عملمون میزانی افزایش پیدا کنه. خب صفحه پروپرتیز رو فعلا میتونیم به صورت اوتو هاید قرار بدیم که هر موقع نیاز داشتیم و با بردن موس روی اون باز بشه که صفحه کاری بزرگتری من داشته باشه. خب شروع میکنیم با ابزار X لاین تو حالت ورتیکال. من اولین آرچسی که نیاز دارم که مربوط به آرچس 1 هست و اینجا قرار میدم. مهمم نیست که اصلا کجا باشه، چون آرچس اول ما هر جایی از صفحه میتونه قرار بگیره، ولی آرچس های بعدی خیلی مهمه که کجای صفحه شما قرار بگیره، چون ما باید دقیقاً از این آرچس شماره 1 آفست کنیم و به ترتیب جلو بریم. پس من با دستور آفست که کپی موازی میگرفت از یک موضوع دستور رو اجرا میکنم. آفست عدد 2 رو وارد میکنم، 2 اینتر، موضوع رو انتخاب میکنم و با بردن موسم به سمت راست یا سمت چپ اون آبجکت اصلی من میبینید که پیشنمایش آفست من ظاهر میشه و کافیه که فقط با موس کلیک کنم تا اون کپی که قراره برای من بگیره تثبیت بشه. پس من یه دونه آفست 2 گرفتم، میتونم عدد 240 رو وارد کنم، از دستور خارج میشم، بخشی چون عدد عوض میشه من از دستور خارج میشم، عدد 240 مجددا وارد میکنم و آفست
ما بین آرچ 3 و 4 یک فاصله 40 سانتی متری داریم، پس آفست چون 40 سانتی متر ممیز 4 یعنی 4 متر که میشه 40 سانتی متر، اینتر یا اسپیس بار از روی کیبورد برای تایید اون عدد به کار میبریم. موضوع رو انتخاب میکنم. دقت کنید که بچه ها حتما موستون رو به اندازه کافی به سمت راست یا به سمت چپ ببرین. اگه موس خیلی نزدیک در واقع آبجکت اصلی شما باشه، دفعه به جایی که این طرف ظاهر بشه و کپی بگه، دفعه ممکنه سمت چپ و مخالف اون چیزی که مد نظر شما هست اون کپی اتفاق بیفته. پس من میام سمت راست و کلیک میکنم. آرچ بعدی 6 متر و 60 سانتی متر، پس آفست 6 ممیز 6 دهم و سمت راست. میتونم موضوع انتخاب کنم، به جایی که کلیک کنم یعنی همون 6 و 6 دهم واحد بخواد آفست بگیره، عدد جدیدم رو وارد کنم یعنی 4 و 4 دهم. میبینید که آفست من عددش کمتر شد، یعنی دیگه نیازی نیست از دستور خارج بشن. این یه تریک، یه کلک میتونیم بزنیم که سرعت عملمون رو اینجا بالاتر ببریم. آفست بعدی در واقع 80 سانتی متره که من اگه اشتباه نکنم یک آرچ اینجا جا انداختم، درسته، یعنی یه 6 و 60 داشتیم، یه 80 و یک 4 و 40. پس این زیادیه. آفست کنم 8 دهم به سمت راست. موضوع رو انتخاب میکنم، قبل از که کلیک کنم یک 4 و 40 وارد میکنم. دوباره موضوع رو انتخاب میکنم، موسم رو حرکت میدم، قبل از که کلیک کنم عدد رو وارد میکنم 3 ممیز 4 دهم. مجددا آرچ بعدی 2 ممیز 4 دهم و در نهایت 4 و 20. موضوع رو انتخاب میکنم 1 و 2 دهم و 2 متر و 40 و در نهایت با یک اینتر از دستور خارج میشم. من تمام الان آرچ هایی که به صورت عمودی بودن الان ترسیم کردم و اینجا دارمشون. میرم سراغ آرچ های افقی که دارم. مجددا با دستور X لاین تو حالت ورتیکال، این دفعه توی حالت هورزونتال میخوام خطا رو به صورت افقی ترسیم کنیم. اولین آرچ همون توی صفحه ترسیم قرار میدم و مجددا تاکید میکنم که اولین آرچ اصلا مهم نیست کجای صفحه ترسیم شما قرار بگیره، چون این آرچ A من میتونه بالا باشه، میتونه پایین باشه، حتی میتونه وسط صفحه باشه. مهمیه که اولی و هر جایی گذاشتیم فاصله های بعدی رعایت کنیم که درست و مرتب و در همون راستا اتفاق بیفته. من یکم زوم میکنم میرم جلو که بتونم عددها رو توی فایل PDF هم بهتر ببینم. دستور آفست رو مجددا اجرا میکنم، عدد 2 اینتر، موضوع رو انتخاب میکنم، به سمت پایین کلیک. مجددا موضوع بعدی فاصله آرچ B تا C 2 ممیز 8 دهم هست، انتخاب میکنم 2 ممیز 8 دهم از روی کیبورد وارد میکنم و اینتر میزنم. آرچ بعدی 5 ممیز 31، انتخاب 5 ممیز 31 از روی کیبورد و اینتر. مجددا انتخاب 1 ممیز نیم و اینتر و آرچ بعدی 2 ممیز 93 و اینتر. خب ما اینجا تمام آرچ هایی که الان نیاز داشتیم رو ترسیم کردیم. خب ما چون با دستور X لاین اومدیم ترسیم کردیم که می‌بینیم خط و خطوط بی‌نهایتی در راستای افقی و عمودی داریم و ما باید اضافی این موضوعات رو کات کنیم و ببریم. برای که در واقع ما زمانی که ترسیم میکنیم از آرچمون یک فاصله باید داشته باشه از آرچ ما تا ستونی که اینجا داریم. به طور مثال تمام تلاقی آرچ های افقی و عمودی ما، این تمام اینجایی که دارم الان با یک رکتنگل نمایش میدم، قرار ستون های متعددی توی صفحه ما قرار بگیره، همینطور که میبینید. خب ما باید یک فاصله از این ستون داشته باشیم تا بالا و بعد خط اندازه رو ترسیم کنیم که فاصله ما بین آرچ‌ها باشه. در نتیجه ما باید یک فاصله از آخرین آرچمون، حالا در همه جهات، یعنی هم در واقع میتونیم بگیم سمت چپ ترسیممون، هم آرچ آخر به صورت عمودی سمت راست، هم بالاترین آرچ و هم پایینترین آرچ، باید داشته باشیم که بتونیم یک سری از موضوعاتی که اینجا وجود دارن و آرچ ها رو قطعشون کنیم. من همیشه تاکید میکنم و برای که بهتر باشه کار از لحاظ گرافیک و زمانی که میخوایم نقشه رو بخونیم، بهتره که سمت چپ و بالای نقشه‌تون که قرار آرچ ها قرار بگیرن 3 واحد آفست کنید و به عنوان خط برش در نظر بگیرید. یعنی من دستور آفست رو اجرا میکنم،
عدد 3 رو وارد میکنم، آخرین آرکس به سمت بالا و از این سمت هم آرکس سمت چپتون، یعنی میشه این ردیف آرکس به سمت چپ آفست میکنم. میتونم همینجا دوتا آرکس رو انتخاب کنم از توی قسمت پروپرتیز و رنگش رو عوض کنم که راحت تر متوجه بشید. از این سمت چون ما نیاز نداریم که در واقع امتداد پیدا کنه و خارج از نقشمون زیاد بیاد، میتونیم یک واحد یعنی نسبت 1:3 رو رعایت کنیم تا از لحاظ گرافیکی کارمون هم زیبا بشه. پس میشه آخرین آرکس به سمت راست و از پایین هم آخرین آرکس به سمت پایین. من اینجا مجددا انتخابشون میکنم و رنگشون رو عوض میکنم که خیلی راحت‌تر و بهتر بتونید ببینیدش. در نهایت با دستور تیرین دو تا اینتر میتونیم به صورت یک رکتانگل انتخاب کنیم و تمام آرکس هایی که در واقع نیاز نداریم و اضافاتش رو حذف کنیم و خب این میشه تمام آرکس بندی که اینجا مورد نیاز ممون. الان دیگه خط زرد هم نیاز ندارم، فقط من به عنوان خط برش از اینا استفاده کردم که در واقع بتونم خطایی که امتداد داشتن رو به عنوان یک کات در نظر بگیرم و حالا همه رو انتخاب میکنم با دستور اریز پاکشون میکنم. خب و به اینا هم نیاز ندارم. خب تو این مرحله الان تونستیم تمام آرکسامون رو ترسیم کنیم و توی مرحله بعد و توی ویدیوی بعد میریم سراغ ساختن ستون و قرار دادن ستون دقیقا روی آرکسایی که مورد نیاز هست. امیدوارم تا این قسمت از انجام پروژه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و بتونید توی پروژهاتون استفاده کنید.